امروز میخوام شرایط محور مقاومت جمهوری اسلامی رو با رسم شکل برای توی ارزشی گوساله به درد نخور نقاشی بکشم تا شاید عمق پیروزیاتون رو بیشتر متوجه بشید. این دستی رو که اینجا میبینید دست سردار شهیدتون قاسم سلیمانیه که بعد از شنیدن خبر مذاکرات در حال حاضر تو گوردار بندری میلرزه. اینجوری شله بندری این پیروزی اولتون بود. این شورتی هم که میبینید شورت حسن نصرالله است که در حالی که داشت ویدیو آخرش جلوی پرده سبز میگرفت و برای آمریکا و اسرائیل ار و گوز میکرد، یه بمب سنگر شکن مستقیم از بالا اومد و رفت توش و پرده سبزش رو به پرده قرمز تبدیل کرد. برای همینم رنگ قرمز میپاشم. این پیروزی دومتون بود پدر سوختا. این قطره کوچولویی هم که میبینید شهید مهمونتون اسماعیل هنی است که وسط تهران توسط سربازان گمنام حضرت موسی به قطرات کوچکی تبدیل شد. این خرسی هم که اینجا میبینید برای خنده کشیدم. اگه به محتویات معده‌اش با دقت توجه بکنید هنوز میتونید بقایای آقای آنگوزمان شهید جمهورتون آقای رئیسی که همون یه عمامه سیاه و پاره پور است ببینید. جریان این خودنویس طلا واقعا نمیدونم. اگه شما میدونید برای من توی کامنت ها بنویسید. به امید پیروزی های بیشتر جمهوری اسلامی در آینده. جون.